دل دارم دل دیوانه دارم سبزه بناز می آید مرم راز می آید غم بسیار و از جانان ندارم سبزه بناز می آید مرم راز می آید برو با یار بگو یار تو سبزه بناز گلک چی کار میکنی؟ بله بله چی کار میکنی چی؟ همین گولا رو میدم گول کلیو ای گلای ای به چی ما هر روز ای میدی؟ خود چکار کنی اینا خوش میشن عمال بپیسیده تو اگه قرار باشه هر روز با خونه بشی و مصروف با گلا بشی کنه نمیشه برو به دنبال همون کار کن همون کار چی بیدک؟ توقاج همون کار خوبی بود برو به دنبال همون کار اقران لقمه نونه که پیدا میکنی خب پول نه سرمایه میدیم با من تو برو یک بار خوبه خوبه اولا گردن من راست میگین وقت دروام هست لالا برو سر همون کار خوب خب باشه ما برو من رفیق خود در سرای اینا پیدا کنم سکنم به توافق میرسه اگه به توافق برسید میریم برو دم سرای اینا برو رو جخ کن اخدی و برو به سر همون کار برو کار خوبه خوبه سرمایه دیگه هست دیگه میدیم سرمایه میدم همون بچگی کار کنه خوبه حتما بری برو آره میره باشه می گله رو میگه برش من که رسیدی گل بجی و بدر رو با پای گل ننشین که بعد میشه خواه برو زودتر خوبه راست میگه لالا سوال میشه خدای نکرده زن ماسته باشم مره از چی زن میدیم خدا به گپ نمیگذاری الو بله نوروز شتنی رقیب خیریتی جانجوری خوبه بخیری سلامت باشی زنده باشی شکر فضل خدا میگم هستی یا نی چی کار؟ خبر نداری کال وقت داره و گندمای و شیلی ها ازی بد میشه توقاج تست کنی اشتا کار کنه توقاج تست کردن منگال توقاج بیل اشتا کار کنه برو من گفتم سرمایه هم به تو میدیم برو خودم رقیب خوبه چی خوبی هم هست همینجا کار کنیم شریکی اگه کار میکنی بیا تو بیا با خونه بیا خودی هم گپ میزنیم باز گردن هم بعد مگر روزی 2000 1000 روپیه کار کنیم بیام خوب میام خداحافظ بسرا بشی خداحافظ خداحافظ ای خاک طور به خیر بخوره این در سرای نغولفه با من میگه تو چرین بیا به در سرا میگم ما به در سرا شما نو قلفه کجایی؟ بیا سگارو نوروز ایشتنی خوبی بخیری جانجور خیریته خوب هستی جایی خیریته معلوم نی هستیم تو خوبی خیریته شگفته کجا هستی؟ بیامدی بخیر و در سرا قلف کردی در سرا کسی نبود برفتم گوشه خوب پول بندازم با دکان تو میشه لازم شه با تو باز زنگ زد خوبه چگاره بریم به خونه بریم یا اینجا گپ زنیم کجا؟ همینجا کسی به خونه هم کنی حاله چی گپ زنی؟
از کار برای چی؟ آه راست میگه یاد ما برا ببخش میگم رقیق جان بیکارم که هستی من بیکارم برارم پیرم تکسره گپ مفت میزنم میگم ما چرا تو بیکاری و چه کار فلانی من گفتم بیا که قرار که دیگه بریم به دیا فهمیدی این محله ما کنه دیا دیگه قرار که دیگه نه توغاش تست کنیم منگل تست کنیم انا برار ما سرمایه هم میده با ما فهمیدی منطقه مثل پارسالکا نکنی من مثل پارسالکا نکنم دیگه تو مردم هم از ما دیخ کردی ما چون نون نماییم ما چون ما قلرتروش نماییم ما چون ما دوغ نماییم ماست نماییم هر چی بدادم چی فرق میکنه دوغ هم بدم میاریم به خونه خود ماست هم بدم دوغ که میدم تو فرصت میدی تا به خونه خود ما بیاریم فکر کنم این شکم هم خونه شماره ایتام میشه فکر کنم این شکم هم خونه شماره اگه من به می شکم خوشیده باشم نه سایکو اگه با کار میری حل میری به پول کار میکنی شراکت کار میکنی و بسم الله از صبح بیا در سر بیا که خودی هم بری کدو بسم الله رو ببرین بسم الله الرحمن الرحیم یعنی شروع با کار کنی بسم الله دیگه لازم نداره خب اگر میری که باز شیر و ماس و دوغ بستونی همه رو به شکم کته خود کنی که به درد می کار تو نمیخوره خو یک بشکه از این کرده بیکار باشم بیتاره خو یک بشکه از من یک بشکه از تو نماشون که پولکا خود جمع زدیم باز بیا بخو یک بشکه ماس به 100 روپیه میدم بخو بخواه تو نمیگی روز 2000 کار میشه اینجا برین بودم به من زنگ زدی نگفتی خلاص دیگه به 100 روپیه تو بشکه ماس نمیدم خب من اشته کنه 10 تا توقاچه میارم میگذارم همین پارسال تو چند کار آخه کردی 1 روپیه پول بیاوردی به میشه خب اگه شراکت کار میکنی به پول کار میکنی رفیق منتصر واس خور عمل کنی ایت خودی از این لباسا خونه که بعد خونی ما تحریک بودد پلن خود چپه با برخوا کردم به روشنینی بیری نشدی تا کوچه یک نگاهی میکردی شادم پلن خود بیری میکنه عقل پس میره به خونه خواهی واز میکنه خود دیگه بیام آدم گپی نیم میفهمم من از عرب مدر ایت نمیفهم خب بره حال کو دیر شده دی اون حال تو نه حال میریم برار ما پول میده گفت برو خودی دقیق خود تو برو پولا را برار خب بس تو دیگه تو به من چی کردی دیگه پولا رو برار تو دست من نمیده دیگه که چیز میزی بخرین خراته با همه چیزا رو خود تو بفهمی برو بس تو دیگه صبح بیا که بریم وقت بیا ایت مثل امرو نه حال تو بریم ما کورر تیار کنیم روز شام میشه امرو خو نیه هیچ چیزی یعنی صبح میگم وقت بیای بخیر خب صبح برو بخیر بریم در سرا شما گلف نباشه با حال وا میکنم دیگه ما به دکان رفته بودم خب خداحافظ خداحافظ بخیر بدم نگه نه مونده شدم مرگ مونده شدم با مف خورده تو چالاکی خیلی پول کمیدی بدم همینا کار شمینا هم تیار شده من حق تو را میدم همینا کو 10 تا طالب من یا دوغ استوندی شوید یا ماس استوندی شوید یا لکه استوندی به چاد ایدیه همه مردم نداره خود مردم اگرم بسازیم اگه غرود میارم اگه دوغ میارم اگه ماس بیارم نون میارم اینا به درد ما میخوره این کتا شهرنیه که بری از اینا پول بستونی من تاشون بدم از این آتش بدم که تو دوغ میشمی تو دوغ خوش داری ماس خوش داری بدم گپ و مف نازه بدم لیکن یک انرژی بهم نوروز سلام علیکم باشی خلیفه اینگار کیا خوشحالی بود خیریت جان شکر استانی اول خوبه اول خوبی خیریت چیگه پای با شما همون ماما پارسال نی مشتری دائمی تونم مدام میام پیش تو زنده باشین سلامت باشین من سال به سال میبینی که می جام نمیبرم تا غیر از خود تو بیا اینجا بله آقا فرمایید من خودش تکرار شده جوان شده خوبه بخیر یاری خیریت جان جان شکر زنده باشی استانی تیار کنیم آنه الان نو شاگردنگی مایه کام زحمت میکشم استانی خلیفه اینگار جور باشی برارم از زنده باشی خوشحالی سلامتی فضل خدا دم غنی با شکر زنده باشی تیاراسی چیگه پایه شکر بفرمای ماما امر خدمتی نمی را گفتم که اینا بگیرم ماما تست کنم چشم برارم ماما جو اینا پیارم چی کاره که ماما بیا اینا من این دندون از ایرم بگیرم با شما راسته کنم تیار کنم چرکه از ایرم پارک کنم اینا عرصه دونم برای شما 90 روپیه اشته خیلی تو گودگه خیلی دیگه مواد گرونه دیگه ماما جو
حوزا کشمیشی میفهمی. بگو. حالا گران میخوام. میفهمی که وضعیت اقتصادی من خرابه، پول که ندارم. با تو ایوازی یک جک دوغ میدم که بشینی دل تو تازه شه. خودش وطنیه ساخت گواشمونه. وطنی. اشیر خشک نباشه. بابا دلجان باشه. که من ببینم میفهمم. منطق خلیفه. آه. خواهش دیگه مسعود دارم. بفرمایید. ما که چند سال مشتریتونم. خوبه. دفعه اول دوم تان کنی که به دمو میاری. خدا شکر خیر بده. خب مگر باز یک چربیتی هم بخونی دیگه. چهاربیتی هم به شما میخونم دوغ بیارید. دوغ میایه. خب فقط میدی. اینا به چندین میوه اگه جاکت بستونم. اینا دونه 60 روپیه. گرون خیلی گرونه. مواد اوله. خب مواد اول. ولی اینا شرکت بیبی منه. خب. ماما شاگردونگی بر لاس بدم. ما دیگه بله دیگه اگه دوغ میاد چوب کو دوغ میارم. تو خوندن بکن. دوغ هم میایه. بله. در خوندن بکن تا وقت. اما تو قچون دوغ میشه. آی دلم بم لندنم مسکو نمیشه دلارا می الله بپری سوسو است یک جو نمیشه آی تمام ملکای دنیا بگردیم الله نما شمای دی تپه نمیشه بیارم جاک دوغه ای داد و بیداد الله خدا غمای دن یا رب مادر از سبب خود فکر یک شاگرد دیگه بکن من نوکر تو نیم اینجا بیام تا شما دم آتش بشینم تو دوغه باشم ارسا یک روپه پولم که ما نمیدی این مردم از ایده هم خوب یاد گرفتن همه دوغ میدیم ماس میدیم دوغ میدیم میگم کاش که نصف دوغای نیاگه منم مزه هم میده میخوری بدم بردا که سرخ شد دیگه خب نوش جان گوارای دل باشه زنده باشین به شاگرد خم تعارف نکردی بله تبسات هم چیزی نمونده به شاگرد خم تعارف نکردی بگیریم هم کمال بده ببینم شما به جنجال خدا انداخته ببینم خود بیار بچه ها شما مادر بچه ها شما ما برو نمام کاکا پول نخورم تو کلاس تو بخوره نخورم کاکا تو یک دفعه می کلاس دهن نمیزنم کاکا این دوغ یعنی چی 10 تا توقع چه میارن تز میکنیم برای ما یک روپه پول نمیدیم با دوغ میشه یک ساعت یه میتونم سرخو میکشم میشم آقا ما های خلیفه خودی مشتری ها جنگ نکو اینا دوغه جلای دله زنه بچه ما چی نمایی بخوره که دوغ بخوریم ما اینجا تا شما های خلیفه چی های کاکا های شما پارسال هم 2 بار توقع خو بیاوردی بشکه ما چه کار میشه شما ثواب به کار نیه من ندارم به کار نیه ثواب ما پول نمایی انمی گلاس تو به ما چه های بلگ سب توفی درویش بده همه شاگردونگی من نه بده کاکا دیگه بده یک برگ بده کاکا تو هم گلاس تو بخورم نمون کاکا جو دل مر بشو را حادثه کنی ایشته دوغار خودی خلیفه ما هم هسته ما از سبا نمیام از سبا که یک شاگرد نوی بیاره توقعچه شما بخیر بیشتر کند کنه میفهمی که یک دری به شاگردونگی به می شاگرد میدادم کاشتی میگم خلیفه خاطر به خونه نبرم دیگه میرم پس پشم بگیر ما نمایی